استفاده از عود و استنشاق رایحه عود باعث ایجاد و ارسال پیام عصبی به مغز و دریافت واکنش‌های مثبت میشه. استفاده از این روش که به رایحه درمانی یا آروماتراپی معروفه، از بی خطرترین و ارزانترین راه‌های درمانی محسوب میشه، به شرط اینکه بدونیم هر عود و هر رایحه‌ای چه کاربردی و چه تأثیری روی بدن ما داره. بوی خوش عود به روح شما آرامش میبخشد و حاله شما را از انرژی‌های منفی پاک میکنه و شما را آماده مراقبه میکنه. رایحه موجود در عود علاوه بر برانگیختگی و افزایش سرزندگی باعث ارتباط شخص با درون خودش و یا ایجاد حس مراقبه میشه. عودها باعث پاکسازی محیط و افزایش انرژی مثبت محیط میشن و همیشه از عودهای دستساز و طبیعی استفاده کنید و به هیچ عنوان از عودهای شیمیایی که جعبه‌های شیش سیلی دارن استفاده نکنید.